صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای پدر آسمانی و یکتا خدا، سپاس بر نام مقدس و ازلی و ابدیت باد. سپاس بر تو ای قادر مطلق که خورشید زندگی و حیات را بر ما عطا کردی تا نه فقط حیات داشته باشیم و از هستی ها لذت ببریم، بلکه با خدمت کردن و وقف کردن عمرمان به دیگران در لذات حقیقی و شادی ابدی شریک باشیم. بارالها، برای این فرصتی که عنایت فرمودی تا از کلام تو چیزهای عجیبی رو بیاموزیم سپاست میگوییم. برای سلامتی جسم و برای رفع نیازهای روزانه، برای دوستان و برای خانواده‌ای که به ما دادی شکرت میکنیم. برای چشم تا ببینیم و گوش تا بشنویم و عقل تا فکر کنیم و روح تا تفحص نماییم شکر و سپاست میکنیم ای خدا. بگذاری خداوند این روزی را که تو به ما عطا کرده ای در خدمت به دیگران به سر بیاوریم و همه را محبت کنیم، چه آنان که ما را دوست دارند و یا نفرت می‌دارند، زیرا تو به ما تعلیم دادی که خودت محبت هستی و به ما ثابت نمودی که ما را محبت کرده و می‌کنی و هر که محبت می‌کند به تو تعلق دارد. این دعا را به نام نامی یگانه منجی زنده و مظهر قدوسیت و کلمه محبت یعنی عیسی مسیح زنده می‌طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، برنامه‌ای از صدای انجیل. هموطنان عزیز، حقجویان و تشنگان راستی و عدالت، درود گرم ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و شما را یاری بدهد تا در این عمر کوتاهی که داریم رضایت او را فراهم کنیم و با خدمت کردن به هم نوعان خود و با عشق ورزیدن به کلام خدا از روی نیت پاک و بی‌ریا در اطمینان به حیات ابدی عمر خود را به سر بیاوریم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی خدا را شکر می‌کنم که میتونم نیم ساعت آینده رو با شما باشم و از تعلیمات مقدس عیسی مسیح آیات را خدمت شما راهیان عدالت قرائت نمایم و توضیحاتی نیز به عرض مبارکتون برسونم. از شما دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 11 به قلم حضرت لوقا بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که کلام خدا رو در اختیار ندارید، منتها میخواید اون رو داشته باشید، میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. در ضمن از فرصت استفاده میکنم و خدمت همه یاران عزیزی که لطف میکنن و برای ما نامه مینویسن و سخن دل را برامون مینویسن صمیمانه سپاسگزاری میکنم. هر روز نامه‌های شما شنوندگان عزیز از سرتاسر کشور و حتی کشورهای مجاور به دست ما میرسه که باعث شادی و تشویق ما میباشد. مطمئن باشید که ما به همه نامه‌های رسیده پاسخ کتبی می‌دهیم. این برنامه را شما از صدای انجیل میشنوید. از آیه 33 فصل 11 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، عیسی مسیح با تعلیمات خود از همه کسانی که مخصوصاً
دلشون به امور مذهبی مشغوله و حتی صاحب مقامی باشند دعوت می کند که تظاهر و ریا را ترک کرده و دینداری خود را نه به خاطر احترام و عزیز شدن در نزد مردم و نه به خاطر مال و مقام، بلکه با خلوص نیت و صداقت دل پیروی نمایند. دعوتی که سبب میشه فروتن بشیم، دعوتی که خلوص نیت آشکار میشه و دعوتی که سبب میشه مردم را به طرف خدا هدایت کنیم. اجازه بدهید که نور خدا در این ساعت قلب‌های ما را منور کند و اگر ما جزو این نوع گروه هستیم خود را اصلاح کنیم. گوش کنید به آیات شریف. عیسی مسیح می‌فرماید هیچ کس چراغی نمی‌افروزد تا آن را پنهان یا زیر پیمانه بگذارد، بلکه بر چراغدان، تا هر که داخل شود روشنایی را ببیند. چراغ بدن چشم است. پس مادامی که چشم تو بسیط باشد تمام جسدت نیز روشن است، ولیکن اگر فاسد باشد جسد تو نیز تاریک بود. پس با حذر باش مبادا نوری که در تو است ظلمت باشد. بنابراین هرگاه تمامی جسم تو روشن باشد و ذره ظلمت نداشته باشد همه اش روشن خواهد بود، مثل وقتی که چراغ به تابش خود تو را روشنایی می‌دهد. در آیات ماقبل 33 یهودیان از عیسی مسیح می‌خواهند که در آسمان معجزه‌ای کند تا به او ایمان بیاورند و عیسی مسیح 3 پاسخ به آنها می‌دهد و به آنها ثابت می‌کند که اگر صادقانه دنبال این هستند که بفهمند او یگانه منجی است و او مسیح موعود است و صادقانه طالب این هستند که راه حق را بپیمایند، به حد کافی بلکه بیشتر از آنها به آنها علامت و دلیل و معجزه داده شده است. بنابراین نیازی به معجزات دیگر نیست. حالا در آیه 33 عیسی مسیح می‌خواهد به آنها تعلیم مهم دیگری بدهد. مقصود مسیح که خود نور عالم است اینه که علائم منجی بودنش واضح و مثل روز روشنه، مثل نور خورشید آشکار شده، به طوری که امکان ندارد هیچ کس درباره او اشتباهی کند، البته اگر طالب این هستند که حقیقت را بیابند. اما رؤسای دینی یهود به جای اینکه این نور عالم را در معرض عام قرار بدهند، به جای اینکه مسیح را به مردم معرفی کنند تا همه آن را ببینند و در آن سلوک نمایند، سعی می‌کردند آن را بپوشانند، سعی می‌کردند نور عالم را خاموش کنند. چرا؟ تا به دلخواه خودشون در تاریکی و گناهشون زندگی را ادامه بدهند، تا در گناه سلوک نمایند. در واقع اینها مانند اشخاصی هستند که پیمانه روی چراغ گذارده تا در تاریکی زندگی کنند. در آیه 34 عیسی مسیح چشم را چون چراغی دانسته که بر چراغدان گذاشته شده و نور به خوبی می‌دهد. البته چراغ سالم یا چشم درست منظورشه. و سپس در آیه 35 میگوید بگذار آن نوری که در تو هست بتابد. بگذار آن نوری که در تو هست بتابد. حالا سوال میشه که چه نوری در انسان هست که مسیح در اینجا امر میکند، دستور میدهد که بگذار آن نوری که در تو هست بتابد. دوستان عزیز، اشاره عیسی مسیح به این نور همان وجدان من و شما می باشد. وقتی وجدان ما، یعنی چشم باطن و چراغ معنویت ما سالم و صاف باشه، شخص کاملا روشن و نورانی است و خطا نمی کند. ولی برعکس، اگر تنفر، اگر تکبر، اگر دنیا پرستی، مقام پرستی، لذات دنیوی، خودخواهی، غرور و گناهان دیگر وجدان را خراب کرده باشه، وجدان را شریر کرده باشه، آن وقت شخص کاملا ظلمانی میشه. وقتی وجدان تاریکه، وجود شخص هم تاریکه. بنابراین دوستان عزیز، ما باید وجدان خود را بیازماییم و مطمئن بشیم که آیا وجدان اون پاک، نورانیه یا نه. مبادا خدای نکرده وجدان ما تاریک بوده و خودمون رو فریب داده و در سیاه‌چال باشیم و خیال میکنیم در نور هستیم. دوستان، اگر وجدان ما تاریک باشه و اگر به نزد عیسی مسیح این نور عالم نیاییم و زندگی او را با زندگی خودمون مقایسه نکنیم، خیال میکنیم که در نور هستیم. میدونید چرا؟ چون چشمانمون به تاریکی عادت کرده و آن وقت کاری برای خودمون نمی کنیم. در این حالت که واقعا نمیدونیم نور چی هست. واقعیت اینه که خدا برای همین عیسی مسیح رو فرستاد تا زندگی او برای ما نمونه باشه، تا خودمون رو با اون مقایسه کنیم. چرا؟ چون زندگی او نوری است که تاریکی های دل ما رو منور میکنه. آینه ای است که ما قادریم چشم باطن و دل و فکر و هستی خود را آشکارا در او ببینیم.
فقط اوست که میتواند دل ما را بیدار و وجدان ما را هوشیار سازد. بگذارید روح خدا وجدان شما را بیازماید و بیدار کند تا مبادا در تاریکی باشید و خودتون هم ندانید و آن وقت تا ابدیت از خدا دور باشید. منظورم اینه که بیایید اعمال خودتون رو با اعمال عیسی مسیح مقایسه کنید. ببینید که او چطور رفتار میکرد، ببینید چطور رو زندگی میکرد و آن وقت از خداوند بخواهید که شما را کمک کنه و مثل او زندگی کنید که او نور خداست، که او مظهر خداست. اگر نور خدا در قلب ما بتابد، مطمئن باشید که حقیقت را خواهیم یافت. وجدان ما چراغ روشنی است که ما را راهنمایی می‌کند، اما این در صورتی است که هیچ تاریکی گناه در کار نباشد تا نور را خاموش کند. از آیه 37 الی 54 عیسی مسیح به منزلی که از رؤسای مذهبی دعوت می‌شود و عیسی وجدان گناهکار او را آشکار می‌کند. چرا؟ به این امید که او متوجه تاریکی دل و سیاهی قلب خودش بشه و توبه کند. این هدف عیسی مسیح بود. اما افسوس که این لطف مسیح خشم و نفرت او را برمی‌انگیزاند. و باید بگم ای عزیزان، عکس العمل خیلی از ماها در برابر لطف خدا همینطوره. خدا به ما نشون میده، ثابت میکنه که خطا کردیم، اشتباه کردیم، ولی غرور و خودخواهیمون اجازه نمیده که توبه کنیم، اعتراف کنیم، بلکه خشمگین میشیم و منکر گناه کردنمون میشیم. به آیات توجه فرمایید، به آن گوش بدید و از خدا بخواهید که در این لحظه با شما سخن بگوید. میگوید و هنگامی که عیسی سخن میگفت، یعنی وقتی عیسی هنوز درباره وجدان پاک سخن میگفت، یکی از فریسیان از او وعده خواست که در خانه او چاشت بخورد. پس داخل شده بنشست. اما فریسی چون دید که عیسی پیش از چاشت دست نشست، تعجب نمود. خداوند وی را گفت همانا شما ای فریسیان بیرون پیاله و بشقاب را طاهر می سازید، ولی درون شما پر از حرص و خباثت است. ای احمقان، آیا او که بیرون را آفرید اندرون را نیز نیافرید؟ در این 5 آیه عیسی مسیح مستقیما رؤسای مذهبی را محکوم به ریا و تظاهر می کند. دوستان، این دفعه دومیه که حضرت لوقا از غذا خوردن عیسی مسیح با فریسیان یا ملایان مذهبی یهود سخن به میان می آورد. آنها دشمن مسیح بودند ولی او را دعوت می‌کردند تا از عیسی مسیح ایراد بگیرند. ولی مسیح به منزل آنها میرفت، با اینکه میدونست هدف اصلیشون چیه، ولی به منزل آنها میرفت به این امید که آنها را متوجه حقیقت کنه و آنها از این تعصب بیجا دست بردارن. از قرار معلوم این مهماندار یا این ملای مذهبی از روی نیت خوب عیسی مسیح رو دعوت نکرده بود، زیرا چاشت یعنی یک غذای بسیار ساده و مختصر، آن هم قبل از ظهر. ولی عیسی مسیح برای غذا آنجا نرفته بود. به هر حال عیسی دعوت او را میپذیرد و سر سفره میشینه. او شروع به غذا خوردن میکنه بدون اینکه دستشو بشوره. این امر باعث تعجب ملای دینی میشه. او تعجب میکنه که چرا عیسی مسیح وضوی مفصل و پر از تشریفاتی که ملایان دینی و افراد مذهبی قبل از غذا خوردن انجام نداده. آخه ملایان مذهبی معتقد بودن که اگر بدون وضو غذا بخورن آن غذا نجسه. ولی دوستان عزیز، تورات این رسم را الزام نمی کرد، بلکه علمای دینی اون رو اختراع کرده بودن و مردم را وادار به اجرای آن کرده بودن. ملایان دینی عقیده داشتن که این مراسم ظاهری حتی اهمیتش بیشتر از ایمان و محبت و اطاعته. برای همین بود که مردم را مجبور می‌کردن رسومات ظاهری رو حفظ کنن. ولی عیسی مسیح به این رسومات اهمیتی نمیداد. در آیه 39 خداوند یعنی عیسی مسیح می‌فرماید ای فریسیان، شما ظاهرتون رو بسیار پاک و منزه نگاه می‌دارید. همیشه وضو می‌گیرید، ولی هرگز قلبتون رو پاک نمی کنید، نیتتون رو عوض نمی کنید، محبت نمی کنید، بخشش ندارید، گذشت ندارید. دنبال مال مردم هستید، به جای اینکه ببخشید، به جای اینکه سخاوتمند باشید، مال مردم رو میچاپید، دزدی می کنید، مالتون رو از پولهای مستضعفان و بیت المال زیادتر می کنید، حسابهای بانکیتون رو به اصطلاح پر می کنید، بی‌عدالتی می کنید، انصاف و مراعات نمی کنید، پارتی بازی می کنید، همچشمی می کنید، دستتون از ظلم و کینه و خشم پره. ولی ظاهرتون بسیار زیباست، ظاهرتون عادل نشون میده، منتها باطنتون مملو از شرارت و فساد و گناه است. سپس میگوید ای ملایان دینی، ای رؤسا، ای رهبران، آیا آن خدایی که ظاهر را ساخته
یعنی اون خدایی که به شما جسم داده باطنم به شما نداده است. خدا اول همه میخواد ای عزیزان که باطن درست باشه، پاک باشه و بعد جسمتون. مسیح میگوید اول باطنتون رو پاک کنید که جسمتون رو پاک خواهی کرد. ولی اگه شما فقط ظاهرتون رو پاک کنید هیچ وقت باطنتون رو به این وسیله پاک نمی کنید. ولی اگر باطن رو پاک کنید، نیتتون پاک باشه، آن وقت ظاهرتون هم پاکه. دوستان عزیز، این حقیقت مسیح، این گفتار عیسی مسیح نه فقط برای ملایان دینی گفته شده، بلکه برای من و شما هم هست. ما شاید خود را مؤمن بدانیم، شاید در جلسات مذهبی شرکت بجوییم، شاید دعا بخونیم، نماز بگذارانیم، روزه بگیریم، خمس و زکات بدهیم، زیارت بریم، تمام تشریفات مذهبی رو مو به مو اجرا کنیم. ولی چه فایده داره اگه دلمون ناپاک باشه؟ چه فایده داره اگه هنوز حسادت در وجودمون هست؟ چه فایده داره که کینه باشه؟ چه فایده داره خودخواهی باشه؟ چه فایده داره که مقام پرستی در وجودمون باشه؟ چه فایده داره که فکر بد هست؟ چه فایده داره وقتی ظلم و ستم میکنیم؟ وقتی خودرأی و خودپسند هستیم؟ اگر اینطوره، آن وقت ما هم مثل آن پیاله هایی میمونیم که ظاهرمون پاکه ولی درونی پر از ناپاکی و نجسی داشته باشیم. می‌بینید کتاب مقدس چی میگه؟ عیسی مسیح میفرماید خود را فریب ندهید. خدا به درون مینگرد. خدا ما را از درون داوری میکند. دوستان، اگر یک شخصی با لباس چرکین کثیف وارد خانه خدا بشه ولی قلبش پاک باشه، نیتش پاک باشه، خدا دعای او را میشنود. ولی اگر شخصی بیاد که شب و روزش رو تو حمام گذرانده باشه، پاک باشه، کاملا نظافت کرده باشه، لباساش مثل برف سفید باشه، وارد خونه خدا بشه ولی قلبش به فکر پولشه و یا به کسی ظلم کرده باشه، مطمئن باشید که اون نزد خدا مقبول واقع نمیشه. خدا به قلب نگاه میکنه. خدا به قلب پاک نگاه میکنه تا به ظاهر. اول قلبتون رو پاک کن تا ظاهرت پاک بشه. اگر ظاهر را پاک کنی هرگز قلبت را پاک نمیکنی. اگر فقط ظاهر را پاک کنیم مسیح ما را ریاکار میخونه و دوستان عزیز میگوید ریاکار در حضور خدا جایی ندارد، هرگز به حضور خدا نمیرسه. و ما تا لحظه که ریاکاری در ما باشه دوستان عزیز نباید انتظار داشته باشیم برکات خدا هم به ما میرسه. مقصود از در درون در آیه 41 همون قلب است. میفرماید حالا راه پاک کردن درون انسان، باطن آدمی، رحم کردن، محبت نمودن، نه شستشوی ظاهری و اجرای رسومات مذهبی. حضرت اشعیا نبی هزارها سال پیش میگوید زیرا خدا طالب رحم و مروت است، نه مراعات مراسم ظاهری. کسی که قلبش پاک و پر از محبت و رحم و مروت باشد همه چیزها نزدش پاک است. وقتی عیسی مسیح به ملایان دینی این تعلیم رو میده که خدا به درون، به قلب و فکر و باطن شخص اهمیت میدهد، به حال آنان که حاضر به پذیرفتن این تعلیمات نیستند افسوس میخورد، متاسف میشه و سپس آنها را نکوهش میکند که چیزهای فرعی را چسبیدن و اصل را فراموش کردند. میگوید وای بر شما ای فریسیان که حتی یک از نعنا و سراب و هر قسم سبزی را میدهید و از دادرسی و محبت خدا تجاوز مینمایید. اینها را میباید به جا آورید و آنها را نیز ترک نکنید. وای بر شما ای فریسیان که ستر کنایس و سلام در بازارها را دوست می‌دارید. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا که مانند قبرهای پنهان شده هستید که مردم بر آنها راه میروند و نمیدانند. ای عزیزان، اگرچه حضرت لوقا فقط به چند وای اشاره می‌کند ولی متی حواری به 7 وای اشاره می‌فرماید. مسیح میگوید وای بر شما ملایان دینی که در چیزهای ظاهری دقت بسیار میکنید. خوبه، حتی آنقدر در امور ظاهری دقت به خرج میدید که حتی یک همه تخمهای کوچک سبزیجات را که در باغچه‌های مردم میروید میگیرید و به اسم مال خدا از مردم میگیرید. آنها آنقدر مردم را اسیر تشریفات کرده بودند که حتی بحث مذهبی آنان این بود که آیا باید یک ساقه آن سبزیها را به بیت المال بدن یا نه. مسیح میگوید شما انصاف و محبت را که اساس قانون الهی است رد کردید و یا به آن اینقدر اهمیت نمیدید تا گرفتن 10 تخم سبزی میجات و میوه ها. عیسی مسیح میگه این بی‌توجهی شما عامل دور شدن مردم از امور روحانی شده. این چیزها رو بذارید کنار. کاش که 1/10 اهمیتی که به این چیزهای ظاهری میدادید به چیزهای درونی اهمیت میدید. عیسی مسیح میگوید
این بی‌توجهی شما عامل دور شدن مردم از امور روحانیت شده. و دوستان عزیز، این حقیقت را ما در زندگیمان هم می‌بینیم. اگر کوشش ما فقط روی اینه که رسومات و تشریفات ظاهری رو انجام بدیم و فقط هدفمون اینه که مثل دست راست اول بشیم یا دست چپ و یا مبادا با پای چپ وارد عبادتگاه بشیم به جای پای راست، آن وقت دوستان از حقیقت خیلی دور هستیم. چند پیش در روزنامه‌های بین‌المللی نوشته شده بود که در کشورمان سنگسار کردن جرم نیست، اما سنگ اشتباه برداشتن جرم محسوب میشه. یعنی وقتی میخوان کسی رو سنگسار کنن مواظب هستن که مبادا با سنگ‌های بزرگ طرف را سنگسار کنن که زود بمیره و یا مبادا سنگ ریز بردارن که طرف خودشون نجات بده. این نوع افراد انصاف و عدالت و گذشت و محبت و بخشش خدا را فراموش کرده و فقط توجه به امور ظاهری مذهبی دارند. مسیح میگوید که وای بر شما اگر اینطور رفتار میکنید. در آیه 43 میگوید شما غرور و خودخواهی زیادی دارید. میفرماید شما دوست دارید در صدر مجلس بنشینید. ملایان مذهبی در آن زمان خیلی دوست داشتن که بین مردم اشخاص بسیار مهمی به نظر بیان. آنها یکدیگر را با عناوین و القاب خیلی بلند خطاب نموده و غالباً با طول و تفصیل زیادی از سلامتی مزاج یکدیگر احوالپرسی می‌کردند. آنقدر به هم لقب و مقام قرض می‌دادند که هر کی می‌شنید یارو خیال می‌کرد که طرف واقعاً مهمترین شخص روی زمینه. حتی به مقام آسمانی می‌رسانیدند. همدیگر رو خیلی بالا و مهم جلوه می‌دادند و به قول معروف هی به هم نان قرض می‌دادند. مسیح می‌گوید وای به حال شما. ملایان یهودی میگفتند که شخص نباید حتی به قبرهای مردگان دست بزند، اگر دست زد نجات شده. برای همین بود که یهودیان به ناچار قبرهای خود را با سنگ‌های سفید معلوم می‌کردند تا مبادا دست بهش بزنند. به دنباله آیات توجه فرمایید. مسیح میگوید که شماها آشکارتون رو دارید حفظ می‌کنید ولی باطنتون رو از دست میدید. وای بر شما ای فقها، زیرا که بارهای گران را بر مردم می‌نهید و خود بر آن بارها یک انگشت خود را نمیگذارید. وای بر شما زیرا که مقابر انبیا را بنا می‌کنید و پدران شما ایشان را کشتند. پس به کارهای پدران خود شهادت می‌دهید و از آنها راضی هستید، زیرا ایشان آنها را کشتند و شما قبرهاشون رو می‌سازید. از این رو حکمت خدا فرموده است که به سوی ایشان انبیا و رسولان می‌فرستم، بعضی از ایشان را خواهند کشت و بر بعضی جفا خواهند کرد تا انتقام خون جمیع انبیا از بنای عالم ریخته شد از این طبقه گرفته شود، از خون هابیل تا خون زکریا که در میان مذبح و هیکل کشته شد. ولی به شما میگویم که از این فرقه بازخواست خواهد شد. وای بر شما ای فقها، زیرا کلید معرفت را برداشته‌اید که خود داخل نمی‌شوید و داخل شدگان را هم مانع می‌شوید. در این آیات عیسی مسیح با بیباکی تمام بر ملایان دینی و فقهای یهود به خاطر تظاهر و اسیر کردن مردم، آن هم به اسم خدا شدیداً میتازد و پته آنها را روی آب میزد و چهره حقیقی آنها را آشکار میگرداند. تفسیر کردن هر جمله‌ای که مسیح در اینجا فرموده است ساعتها وقت میخواهد، اما میدانم برای ما ایرانیان که زندگیمون کم و بیش به دوره مسیح شباهت دارد، آنچه که عیسی مسیح میگوید کاملا روشن و آشکاره و چه بسا هر روزه خودمون با آن سر و کار داشته و میبینیم و یا حتی جزو آنان باشیم. در آیه 46 میبینیم که ملایان دینی با شدیدترین وجهی هر کسی رو که برخلاف قانون شریعت رفتار میکرد به او حمله میکردن، ولی خودشون هیچ کاری رو انجام نمیدادن، خودشون معاف بودن. حتی با یکی از انگشتانشان هم مردم را یاری نمیدادن، یعنی خودشون رو مستثنا میدانستن، هر کاری که میخواستن میکردن، ولی وای به حال مردم اگر مردم آن را انجام نمیدادن. مقصود همینه که ملایان بارهای سنگین را بر دوش مردم مینهادن ولی خودشون هیچی. دوستان عزیز، فرق عیسی مسیح با دیگران اینه که او آمد تا بارهای ما را از دوشمون بردارد و خودش آنها را متحمل بشه. مردم عبادتگاه ها می ساختن، زیارتگاه ها می ساختن، آنها را تقدیس می کردن تا سر مردم رو کلاه بگذارن. ولی عیسی مسیح همه اعمال و کارها و افکار آنها را شدیداً محکوم می کنه. در آیه 52 می گوید بدانید که خداوند شما را داوری خواهد کرد. شما که مانع رسیدن مردم به حقیقت خدا هستید، بدانید که عذاب شدیدتری در انتظار شماست. این تعلیمات سهمناک و تند عیسی مسیح به ملایان دینی یهود سبب شد که ملایان
عیسی مسیح را دشمن سرسخت خود بدانند، به طوری که عزای 53 می‌فرماید از آن پس در پی این بودند که او را به قتل برسانند. چرا؟ چون تاریکی را از نور بیشتر دوست داشتند. دوست من، شما که امروز این حقیقت الهی را میشنوید، چه عکس‌العملی را نشان میدهید؟ آیا مانند این ملایان دینی حالا سعی میکنی که بر علیه آن مبارزه کنی؟ سعی میکنی بر علیه کلام خدا قیام کنی؟ عصبانی میشی وقتی این چیزها رو میشنوی بهتون بر میخوره؟ و یا خدا را به خاطر اینکه نورش بر شما تابان کرده و عنایت فرموده است تا خودتون رو ببینید، سیاهی قلبتون آشکار بشه و پشیمان بشی و توبه کنی و از او بخوای که دعوتش رو بپذیری، بخوای که زندگی تو عوض کنی، شکر میکنی. خدا کند که شما جزو مردمی باشید که امروز وقتی که این کلام مسیح رو شنیدید در وجدان خودتون به فکر و تأمل بپردازید، وجدان خودتون رو با کلام خدا مقایسه کنید و ببینید که آیا واقعا اشتباه کردید یا نه، آیا ظلم کردید و یا اینکه حقیقت را پیروی کردید. دعای ما این است که وجداناً آسوده و خیالتون پاک و راحت باشه تا حقیقت را بیش از بیش پیروی کنید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا میسپارم. روزتون خوش باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.